یه رستوران هست تو جاده خمام نزدیکیای رشت. من هر باری که این رستوران میرفتم با خودم عهد میکردم که من باید رسپی این سالاد رو پیدا کنم. آخه میدونی اسمش هم تو منو بودش، سالاد مخصوص اسم اون رستوران. یعنی من حتی گوگل هم نمیتونستم بکنم، ولی بالاخره این رسپی رو پیدا کردم. بچه‌ها ظاهر سالاد ساده است ولی بی نهایت خوشمزه است. حتما امتحانش کنید. اسفناج، جعفری، ریحون، روغن زیتون، گردو، سیر، یکم سس خردل، آب لیمو ترش، فلفل سبز و یکم نمک و فلفل. یک کوچولو آبم میریزیم که سسمون رقیق تر شه. این مواد خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم. موادش هم تو دسترس هممون هست و به این صورت سس جذاب و خوش رنگمون آماده است. به نوع برش کاهوی من نگاه کنید بچه‌ها، حتما باید با این کاهوها باشه. 2 تا برش بزرگ کاهو رو باز میکنیم، روش سس رو میریزیم، یکم روغن زیتون و یکم گردوی خورد شده. شدیداً پیشنهاد میدم درستش کنید. درست کنید و نوش جون کنید.